الشيطان الرجيم. برادر اسلامی و برادر ایمانی، خب چخیلی که با ما و شما معلومه بحث و مناظره ما و دوام سلسله بحث ما در آیه رقم 177 از سوره بقره رسیدیم. طول 4 یا 5 روز تفسیر ما در این بابت گذشت. ما بخش عقیده را گپ زدیم، رسیدیم به بخش عمل. یعنی که اگر کسی شما را پرسید که مسلمانی در دل است در دیگر چی نیست، این همین دلیلش همین آیت های. یگان کس قدی بحث نکنه، در حال پاره دویم قرآن هوی کنه، آیه رقم 177 بروره خونه که در اسلام نیک کیای، نیک بخت کیای و شخصیتی که مسلمان میگه الحمدلله او کیای، شما همون چیکار کنه؟ معلوم کنه. برای همین قطعی شان بحث مناظره لازم نیست. مسلمان کیست، اسلام چیست، همین آیت میگه. تمام. در کار نیست که دلیل یک انسان، بحث یک انسان، قطعی بحث کردن، مناظره کردن، اسلام در درون دل من، دل من صافه، این دیگه پا در کار نیست. این قول منافقای. کسی را که خدا منافق کنه ای عمل میگریزه. دویم بخش چی بود؟ عمل. ما عمل رقابه گپ زدیم که اسلام به پرگی زیدی غلامداری مبارزه میبره. رقاب یعنی چی؟ غلام. میگه که خدا که اگر شما نیکی میخواهی، مسلمانی میخواهی، بیاره پلاتون و غلاما رو آزاد کنی خره. پیغمبر خدا چند غلام آزاد کردن، حضرت ابوبکر چند غلام آزاد کردن، حضرت عمر چند غلام آزاد کردن. شما میگه این قدر دارنده خیرخواه، شما را میگه آدمایی که در زندان به هیچ سود شدن او آدم میگه خلاصشون کنی. این مبلغاتون صرف او کنی که هوایی ها با تهمت سود شدن، هوایی ها به هیچ رفته سود شده هستن. شما همه را چیکار کنی؟ میگه روی نجاته. انا اینه میگه اسلام. ما بخش عمل آمدیم و اقام الصلاه. دیگری از عمل چی بوده در اسلام؟ برپا دارید نماز را. ما در اسلام اگر ما گوییم که نماز خوان، میگن که فصلی، پس نماز خونید. صلات به معنای روی آوردن به خدا، نماز. ما در یگان جای قرآن کلمه اقرا نداریم، وقرأ الصلاة، نماز خوان. فقط اقامه داریم. معنی اقامه چیه؟ معنی اقامه همینه که نماز به خودش قانون داره، قاعده داره، وقت داره، شرایط داره. این همین ترمینوی قرآنی را اهمیت ما. یگان جدا خداوند کلمه اقرا نمیبیاره در نماز. کلمه چی میبیاره؟ برپا دارید. وقتی که برپا که شد، معنی برپا چیه؟ یعنی که نماز به خودش قانون داره، نماز به خودش قاعده داره، نماز به خودش برنامه داره. معلومه که بردوامه. شما برپا دارید نمازه. کسی که نماز نمیخونه وقتی خدا شرنامه نداره. کسی نماز نمیخونه و مسلمان شده نمیتونه. مسلمانی ضعیف ایمان میشوه. شما ایرا نقض دانین. مسلمانی چی میشوه؟ ضعیف ایمان میشوه. برای همین ما و شما اثبات مسلمانی ما و شما چه برادرها؟ نماز. کسی نماز خانه و خدا خود عهد داره. خدا میگه که بعد از این کارهایی را که شما در جمعیت کرده، نمازتون ادا کنی، نمازتون در وقتش خونه، فرزنداتون نماز خوان کنی، زناتون نماز خوان کنی. شما مسلمان یک مرتبه شما فکر کنه که اینقدر ضرری که در این زمین هست، ما را فقط نماز نجات میده. این ضرر را نماز این یگانه نعمتی هست که ما را از ضررهای دنیا نجات میده. این دنیا قریب همش ضرر شده که شما باور کنید. چی به امتی آخران پیغمبر خدا 5 بار میگه به من روی بیاره؟ برای که امتهای پیشتره از خدا به پرگی برآمده رفتن. امت موسی علیه السلام طلا و بایگری رسوا کرده پرتافت. امت عیسی علیه السلام هم همیشه رسوا شدن. تمام امتهای پیشین رسوا شده رفتن. لیکن خدا امت رسول الله را میگه که شما رسوا نشوی، بو در یک روز 5 بار من در روی بیاره. شما 5 بار من در دعا و مناجات کنه. پیش ای شما
صدها هزار پیغمبر بود که قطعی امتش رسوا، مقصد امتاشان رسوا شده رفتن. پیامبران الهی اومدن، امتاشان رسوا شد. ای چی بود همین سبب؟ از خدا دور شدن. نماز این چیز شوخی نیست. کسی را که نمازش روز قیامت حساب و کتابش تغری گرفت و حل شد، دیگه کاراش آسانه. نمازش حل نشد، به امید هیچ محل به هیچ نشود. جناب پیغمبر گفتن اول ما یحاسب العبد، روز قیامت هر بنده را ای نماز میپرسن. اگر نمازش پر شد و سود نمازش خوب گذشت، دیگرش خوبه. اگر نمازش خوب نگذشت، دانه که دیگرش بیزه. خدا نه حجی او را دیگر نگاه میکنه نه زکاتش. برای همین نماز چیزی شوخی نیست. ما به دنیا می بیاییم، ما را با نماز پیشواز میگیرن. او چیه؟ اذان. ما از دنیا میریم، ما را با نماز برده میمونن. جنازه. نماز امپولی هست که آسمان نباره اگر میگن نماز خوان، ماهتاب گیرن میگن نماز خوان، آفتاب گیرن میگن نماز خوان، ریزقت کم شوه میگن نماز خوان، به فرزند شدی میگن نماز خوان، زندان در غلطی دی میگن نماز خوان. همه کار در اسلام نماز داره. نماز یگانه امپولی هسته که شفای تمام کسلی ها. برای خدا میگه برپا دارید نماز و آتا زکات، زکات یعنی که ثروتمندا زکاتاتون ته شما. در هر یک انسان دو گوشه، اگر یک گوش باشه آدم زیب نداره. برای همین گوش شریعت، زیباگی شریعت نماز زکات است. چی به خداوند بعد نماز زکات میبیاره؟ خدا میگه این قدر محراب داشته عشق نروی که با مردم فراموش کنی، با کم خیزه میگه کار کنی، مردم دم یگان چی افته ته میگه این بسیاری بند نروی این نماز لوی قدر بسیار گوشه نشینی نکنی. با اقفای زکات هم شوی، اقفای مال و پول جمع کنی هم شوی که این جمعیت محتاج بسیاره، این جمعیت عذاب دیده بسیاره، خیشه تباره زنه امکه تغاه. شما این قدر بسیار شیشته نماز نخونه بسیار که بیارم ایاتون براره. با خیز یک گرد این بروبر کار کنه، از صدقه و احسان و خیرتان اجداد اولادتان هم کمک کنه. اسلام بین چه دین جمعیتی هست. پیش جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم 3 قبیله از 3 انسان آمدن پیش ازواج مطهرات زنهای پیغمبر. یکی گفت که من ابدا روزه میگیرم، یکی گفت که من ابدا نماز میخونم، یک تاش گفت که من ابدا روزه میگیرم، یکی گفت که من ابدا گوشه نشینم، یک تاش گفت که هیچ همی زنک دم دست نمیرسانم که پیامبر بروم. رسول الله گفت من از شما ترسنده ترین انسان در این زمینم، من عادل ترین انسان در این زمینم. من قد خدا گپ میزنم، هم زن میگیرم، هم خواب میرم، هم تماشا میکنم، هم نماز میخونم، هم افطار میکنم، هم روزه میگیرم. کسی رنگی من نمیکنه گو در جهنم پیرو من است. یعنی ما ناز نکنیم باید که ما فقط گوشه نشینی میکنیم و مقصد چیله نشینی میکنیم بیرونم. نه، ما رنگ رسول ما باید آدم جمعیت باشیم، ما رنگ پیغمبر ما باید باشیم. انا این راه نجات. خدا میگه برپا دارید نماز ادا کنید، زکاتاتون ته میگه شما ثروتمندا زکاتاتون حساب کنید، میگه فقیرا ته. وقتی شما اینا که برآورده اکنون اسلام بسته میشود. اعمال اسلام با این آیت بسته شد. عملای اسلامات چند روز بحث کردیم، آمدیم آخرش زکات بده. کسی گوه که اگر مسلمانی در دل یا در عمل نیست و منافقه، انامین نقض دانید. نه ترسیده کسی میگه مسلمانی در دل و کسی نباشه، نمی آیت خونشه. اینمی ای مسلمان ان همی را میگن کسی که مسلمان ایو، کسی امت محمد صلی الله علیه و سلم 15 خصلت در همین آیت آمدگی است. همین خصلت رو باید داشته باشه. اگر نداشته باشه مسلمانی در دل ایو، من قلبم تازه ایو، این قول برادر قول یهودی است، این قول مسلمان نیست. اکنون 3 بخش در اینجا سر می شود. این بخش نامش چی میگن برادرها؟
اخلاق از کجا سر می شود؟ والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین. سیوم بخشی که در این آیت سر می شود اخلاق است. اکنون ما باید یک بار فکر کنیم مسلمانی به تربیه و به اخلاق هیچ کده در کار نیست. مسلمانی که اخلاق نداره و هیچ کس در کار نیست. حج به اخلاق هیچ کس در کار نیست. کسی که اخلاق نداره دین نداره قریب. ما باید اخلاق داشته باشیم. سیوم بخش این آیت اخلاق است. خدا میگه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. ما با خدا بحث ما نگفتیم چیه، ما با جمعیت گفتیم چیه. اکنون ما با انسان ها یک به یک گپ میزنیم. ما دو نمود دادگیری با انسان ها داریم. یکم خدا میگه انسان ها با کسی عهد میکنه عهد میبنده، در عهداتون بسته. با کسی عهد و پیمان میبنده عهد و پیماناتون دا بسته. یک قطار عهد و پیمان ما با واسطه ورق کاغذ میشود. زبان خط میتیم و زبان خط میگیریم. نتاریوس خطی میریم و افارمیتا میکنیم. این میکنیم آن میکنیم مینویسیم و امضا میکنیم جا به جا میکنیم. میگه این ورقایی که چیز مینویسه میگه این جواب ده. این قدی بازی نکنه. میگه چیزی که مینویسه عهد قدی بازی نکنه. دویم ما با انسان ها دو نمود معامله داشتیم. یکم با جمعیت رفتار درست. اگر رفتار ما برادرها بیزه باشه که اسلام ما هیچ کده در کار نیست. ما باید رفتار درست داشته باشیم. جمعیت قطعی رفتار ما باید درست باشه. دویم وقتی خدا میگه شما رفتار درست داره و جمعیت فساده و صابرین اکتوقت کنه، میگه نمیگه جنگ کنه، نمیگه خرخشه کنه. همین روز برادرها عالم آدم به تربیه گرفتن. میگرده هر یتیمه که دست بگیره بون شده. قرآن بینین که چه خیلی تربیت میتیه مورا. میگه وقتی شما عهد و پیمان میتیه، عهد و پیمان قدی داده گریف میکنه، میبینه که عهد و پیماناتون چیه؟ خوب نیستن. انسان ها آدمایی هستن در گپشان نمیستن، در صحبتشان نمیستن، مکتب ندیدین و خیر تربیت ندیدین. ای برادر یا خیلی این همین چشم شهوی کرده، همین جا آمده نه تربیه پدر شدیده بیچاره، نه تربیه عمک شدیده، نه تربیه یگان کروگای اخلاقی را دیده. اینجا آمده گمان میکنه که دنیا همه جاش برای من هویه. چیزی که ای دهنش میبرویه میگم، چیزی که ای دهنش میبرویه صحبت میکنه، خنده او را بین، شوخی او را بین، هزل او را بین. خدا میگه شما با اینها اول رفتاری درست کنه. دیده که نمیشه آدمی که آبروی خش حفظ نمیکنه کوشش کنه که آبروی شما را حفظ نمیکنه. احتیاط کنه، که صبر کنه. یک وقتی معین قطعه پرش دور شوه، برای که انسان آبروی خش حفظ نمیکنه. چقدر آبروی من حفظ کنه؟ اسلام میگه صابرین، شما صبر کنه. میگه یکم اکنون معلوم میشه برادرها که جمعیت قطعی ما یکم چیکار میکردیم؟ رفتاری درست. دویم میبینیم که جمعیت رسوای صبر. اکنون هر چیزی که در بیرونی ما میبینن برادرها اینا میگن خلق. همین چیزی را که ما بیرون در میبینیم اینا چی میگن برادرها؟ خلق. یعنی چشم و گوش و بینی و زبان و اینا رو که میبینه این خلق بیرون های. هر چیزی که در درون ما نام او را میگن خلق. نام او را چی میگن؟ خلق. انا همین درونی ما چی هسته همه میگن اخلاق. همون را چی میگن؟ اخلاق و سپیتانیا. او در درون ما های، او در بیرون ما نیست برادرها. همون حضرت سعدی شخصیتی بزرگ حکیمی اومد میگه که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. همین مرد میگه تا گپ نزنم و معلوم نمیکنیم او کیه. همین یک گپی زور که گپ زد میگه آدم زور بوده. یک گپی به معنی که گفت میگه می آدم خوب نبوده، این درونش پوک بوده. بیرونی ما را خلق میگن، درونی ما را چی میگن برادرها؟ خلق. انا همینا اکنون خلق ما اگه درباره اخلاق بحث میروه. همین درون ما از سه چیز عبارت است. همین درون ما از سه چیز عبارت است. یعنی که باطن،
همین باطن انسان ای سه چیز عبارت است. انا همین اخلاق میگن که آیه آخرین ای یکم باطن ما عبارتش یکم قوه چی بوده نامی او برادرها؟ همه من ایره داریم. شهوت، کشیش، یک از اوقات خوب میفروشه میخره، یک از آب میفروشه مینوشه، یک از عبید خوب میفروشه میکنه، یک از میفروشه خوب میروه، یک از میفروشه از زنی خوش رای خفاش میروه. همین شهوت های، همین را قوه شهویه میگن. کشیش در درون آدم خدا همین را خلق کرده. این همین درون انسان هم رنگ یک میکروسکوپ. همین وقت یک تکنیک را هوی میکنی میکروسکوپ ها داره، همین خداوند در میکروسکوپ بدن ما یک نیروی اخلاقی مونده، نامی او چی بوده؟ شهوت، کشیش، میل. همین شهوت همیشه بعد این چیه این برادر و دیگرش؟ غضب. اینم یک ارگانی مثل میکروسکوپ در درون ما های ایستاده. غضب فقط چی تولد میکنه؟ ضرر. همین غضب چی تولد میکرده؟ ضرر. انسان غضب نداره و مسلمان نیست. انسانی بی غضب مسلمان نیست. لیکن همین شریعت میبیه بالای سر دو همو غضب کنترل میکنه. در کجا باید غضب کنی، در کجا غضب نکنی، در کجا غضب باید سرته، در کجا نه، کجا در طرف تحقیر میکنن، به حریمت میرسن، به ناموس و چقه میشون، تو باید سرخ شوی. همین اندازه داره. همین شریعت برای چی اومدگی بده؟ این همیو را ریگروف کنه. اینش نامش چی بده برادران؟ اینش نامش شهوت. شهوت فقط از شهوت چی تولد میشه؟ فایده. همین سحر میخیزم، کشیش میکنم، میرم بار میبیارم، میتیم دو میکنم تو بگره. همین شهوت کشیش چیکار کنه؟ بگون چی؟ فایده کنه. شهوت فایده. همین شهوت همین غضب چی اداره میکنه؟ میگه چی اداره میکنه در بدن ما؟ چی اداره میکرده؟ هر دمیره عقل اداره میکرده. وقتی ما دیوانه نباشیم بعد از اون چی میشه؟ عقل و تدبیر. گفته ابن سینا عقل و تدبیر که در بدن ما هستن، عقل و تدبیر هر دی را چکار میکنه؟ اداره میکنه. وقتی که هر دی را عقل مسئله براری درست اگر هر دی را اداره کنه، ما میشیم آدمی با اخلاق. اگر اداره کردن نتونه، ما میشیم آدمی بد اخلاق. اگر عقل هر دی را لجام نزنه و نقب برادرها، نه نمازمان معنی داره و نه روزمان، نه حجمان معنی داره و نه اسلامان. اگر هر دی را عقل به قپه و لجام کنه و کشیده مستحکم کرده گیره، بزرگترین نیرویی که عقل قوت میکنه و عقل خشرو نشان میتیه و عقل پیش روشن میکنه، این علمه. چی بده برادران؟ علم. همه عقل داره، نه که همه علم نداره. تا عالم نشوی، صاحب علم نشوی، عقلا به معنیه. این شهوت غضب عقل رسوا میکنه. غضب هم اندازه داره، شهوت هم اندازه داره. اگر یک مراتبه یک قصه میکنیم که چقدر شریعت اداره میکنه. در جنگ احد مسلمانان شکست خوردن. در جنگ احد مسلمانان شکست خوردن. 70 تن از صحابه مرد. دندانهای مبارک جناب پیغمبر شکست. مسلمان وقتی که مشرکا آمدن که مسلمان ها درون کوه گریختن، همهشان خنجراشان برآوردن و مرده های مسلمان ها را مسله کردن. گوشاشان بریدن، زباناشان بریدن، لباشان بریدن، حضرت حمزه را پاره پاره کردن. وقتی که این عمل که مسلمان ها دیدن، گفتن در جنگ آینده اگر ما ظفر یابیم، هر یک تیم 70 تن از مشرکا را خیلی میکنیم که پیامبر خیزه جوش. گفت نه، دینی من در مسلح حرامه، ما این کارا نمیکنیم. گفت ما هیچ محل گفت جانوری وحشی نیستیم
کسی که اگر مرد گفت با گشته. حتی که در جنگ خندق عمرو ابن وود که پهلوان ترین قریش بود، شمشیر زن بود، حضرت علی کرم الله وجهه کشتکش وقتی یک به یک جنگ برآمدن حضرت نابودش کرد. مشرکان آمدن پول پیشنهاد کردن که پول میتیم مرده عمرو ابن وود بده. صحابه خسته گفت که مسلمان و مشرکان پول پیشنهاد دارن، بیا سومش بگیریم مرده را تیم. پیامبر گفت در جنگ ما برای دفاع با این مبارزه بردیم، این اکنون در دیگر عالم مرد همین تبر مردش به پول تی. ایره میگن اخلاق تمیز. در جنگ خیبر وقتی که زنها را آوردن، زنای یهود که چهره هاشون سرخ بود، رسول الله از جاشون خستن. چه کرده ایو روشون سرخ شده؟ گمان کردن که خیمچک زدیان، نگون کار کردن، تحقیر کردن. گفتن چیزی نکردیم رسول الله، فقط آوردیم به پیش مرده هاشون گذراندیم شونه، مرده هاشون دیدن هم خیلی شدن. پیامبر میگه سرخ شد. گفت وارثاشون خیشاشون شما را کی گفت که یار مرده را نشان ده؟ زیق شد رسول الله. برادر اسلام خیلی گذشته داره، اسلام انیخ اخلاقا داره، تمیزا داره. امروز شما ببینید که به طریق آینه مثالی که هزارها فتحهای اینترنتی مسلمان قتل کرده است. این همش کفر کارو. پیامبر میگه زنا یهودی را چی گفت؟ نشان نده یک مرده هاشون روش سرخ شد رسول الله را. گفت چیزی هم باشه گفت وارثاشون اینیا. انا این اخلاق میگم برادرها. اکنون فردا کم تری دیگه درباره اخلاق آیت جنبش میکنیم. به فضل الله با آیه رقم 178 میگذاریم. صفاتون راست گیریم.